اگر انمی خدمتی مثل یعقوب لیث صفوری، مثل رودکی، مثل اسدی توسی، مثل سومونیون، مثل فردوسی نمی بود، تمام تحلیل‌ها نشون میده که ما عرب میشدیم، ما دقیقاً عرب میشدیم، چون که همه ملت‌هایی که در اول اسلام را قبول کردن امروز عرب شدن. این ترک‌ها عرب نشدن، مالزی، اندونزیا، هند عرب نشد. چرا؟ چون که اینا بعد 400 500 سال 600 سال بعد اسلام قبول کردن، وقتی که اسلام الکی نرم شده بود. ولی کسایی که در عصر 8 9 قبول کردن همش عرب شدن. البته هر روزی که ما با این زبان صحبت میکنیم روزی زبان است. تا وقتی که ما با تاجیکی صحبت میکنیم هر روز روزی زبان تاجیکی است. زبان برای ما چند خدمت دارد یا چند نقش دارد. یعنی این واسطه گفتگو، واسطه معاشرت، این یک تعریف دانشجوییش هست که ما میگیم زبان واسطه معاشرت است، همه این رو میدونیم. ولی علاوه از این، بالاتر از این، زبان بعضی نقش‌های سیاسی، دولتی، امنیتی، ملی دارد که اونا چیند؟ پیش از همه زبان علامتی اساسی موجودیت یک ملت است. ما این در علم سیاست شناسی 8 تعریف ملت داریم. این مکتب مارکسیسم، مکتب پست کلونیالیسم، مکتب پست مدرنیسم، مکتب استروکتورالیسم، هر یک تاش میگه ملت چیست. تعریف های گوناگون درباره ملت هست. ولی من همین 8 تعریف گذاشتم، در 7 تاش ذکر شده است که علامت اساسیش زبان است. و بعد چیزهای دیگه، خیلی میگه اقتصادی مشترک، بعضی میگه پسیکولوژی مشترک، اما همه مکتب‌های علمی میگن که علامت اساسی یک ملت، اون چی که هست یا نیست اون رو معین میکند، زبان است. و ما تاریخ طولانی داشتیم که در این تاریخ ما در دولت‌های گوناگون بودیم، با قوم‌های گوناگون زیستیم، با دین‌ها و ملت‌ها و سیاست و ایدئولوژی‌های گوناگون زیستیم، ولی همیشه تاجیک با زبانش فرق می‌کرد. بنابراین یک شعر مشهوری استاد بازار صابر است که سال 1975 هنوز نوشتن با نام زبان مادری. من خواهش میکنم که این 2-3 روزی که عید زبان است همون را یک بار یافته هر تاجیک بخواند. همون جدا یک بندی است میگه که در سرایش تاجیک از بختی نگون، یعنی از بدبختی، گرچه با گبر و مسلمان هم سرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود. یعنی ما با عربا هم پیغمبر هم خدا شدیم، با ترکا هم دولت شدیم، با روس ها هم دولت شدیم، با قوم های گوناگون زیستیم در این تاریخ، ولی گفت در زبان اما جدا بود. این علامتی که با کسی آمیخته نشد، این علامتی که همیشه همچون پرچم تاجیک باقی ماند. بنابراین این علامت روی زبان رو همچون بزرگترین و مهمترین نشانه ملت ما باید حفظ کنیم. این کارکرد یا فونکسیون یکم. فونکسیون دوم زبان که در دوام همون نقش اول است، زبان عامل نگهدارنده یک ملت است، نه اینکه فقط علامتش، بلکه ملت رو حفظ میکنه. چون که ما بار دیگر اگر رو بیاریم به همون تاریخمون، ما همه چیزمون تقریبا از دست دادیم. دولت ها رو همون خیلی که با همون استاد بازار صابر میگه تاج گم کرد و زبان رو گم نکرد، اوج گم کرد و زبان رو گم نکرد، تخت گم کرد و زبان رو گم نکرد، بخت گم کرد و زبان رو گم نکرد. در شعر یعنی چی است؟ یعنی که البته من شعر میگم شو فکر که یک چیز ادبی بدیعی است، یک شعر سیاسی است، یک کانسپت سیاسی که به طریق نظم گفته شده است. در اونجا گفته است که یعنی ما چی از دست دادیم، دولتامون اشغال شد، تختمون از دست رفت. ما اینمی دولت سامانیان 3 میلیون کیلومتر مربع حدود داشت. این آواز جمهوری ما 3% همون تقریبا 3.5% همون است. اینمی قدرش.
از همین دولت سامانیان همین قدرش همه از دست رفت. ولی زبان تنها عنصر شد که در همین پناهگاهی زبان ملت ما باقی ماند. زبان رو کسی گرفته نتونست از ما، زبان رو تسخیر نکرد. قلعه های ما رو تسخیر کردن، قله های ما رو تسخیر کردن، قصرهای ما، ارک های ما رو تسخیر کردن، ولی زبان ما تسخیر نشد. بنابراین بازم اگر با همون گفته استاد بازار با همون شعر کنسپسیالی رو بریم، اونجا میگه که روز ناآبادیش تاجیک زبان آباد کرد، در زبانش دولتی به دولتی بنیاد کرد. یعنی اصطلاح بینید دولتی به دولتی، یعنی در حالتی که دولت نیست، قدرت نیست، تخت نیست، شاه نیست، مثل امروز دولتی قدرتمند نیست، همین زبان خودش شد دولت. در زبانش دولتی به دولتی بنیاد کرد. این بسیار گپی مهمه. امروز اگر به زبان امروز گپ زنیم، یعنی که می زبان نقش یک نیروی نرم رو بازی کرد که به واسطه زبان ما توانستیم ملت رو حفظ کنیم، در امی دایره زبان رو حفظ کنیم. و این مفهوم که ما در زبان حفظ شدیم، ادبیاتمون ما رو حفظ کرد. این در اثر همه بزرگای ما از استاد لایق میگن که الا دیوان حافظ، حافظم باشی زهر مرگ، الا دیوان مولانا مرا تو زنده خواهی داشت. منوش این که امین مرگ تاریخی، مرگ سیاسی، همه گونه مرگ ها رو این ملت از سر گذراند، ولی باز همی دیوان حافظ، باز دیوان مولانا، یعنی باز همی زبان دوباره هستی او رو برقرار کرد. از این رو استاد میگه الا دیوان حافظ، حافظم باشی زهر مرگ. منظورش مرگ تاریخی، مرگ سیاسی، مرگ دولتی، مرگ ایدئولوژی، ولی در زبان باز باقی ماند. یا همین شعر گل رخسار است که میگه شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. بنابراین وطنی بیمرگی یعنی چی؟ یعنی که در همین شاهنامه ما زندگی کردیم و با واسطه شاهنامه ما دوباره همین روز ده رسیدیم. خب حال درباره شاهنامه وقت شود میگیم. بنابراین ما میگیم که جشن زبان که امروز ما داریم در اصل جشن پیروزی همین ملت ما و تمام جبر تاریخی است. جشن زبان این جشن تنتنه همه ما، یعنی جشن بقای این ملت است، زیرا ما با واسطه همین زبان توانستیم خود را دوباره به همین مرحله رسانیم. خب و سوم این دوم نقش زبان بود، یعنی همچون عاملی نگه دارنده. سوم نقشی که زبان ما دارد این بسیار مهم است. اینجا شما میفهمید که زبان چیز بزرگتر از واسطه گفتمان است، او یک چیزی بسیار مهم است. زبان ما همیشه همچون پرچم یا سلاحی مبارزه برای استقلالیت نقش بازیده است. چون یکی از قهرمانای ملی ما می زبان است. چون در همین 1000 و چند صد سالی که ما زیر دولت‌های گوناگون بودیم، ما از همین زبان واسطه مبارزه ما بوده است. خود گپ زدن به همین زبان یک اعتراض به ضد اشغالگرا بوده است. خود گپ زدن فقط. اینم چقدر که در افغانستان وقت شو میگیم، همین به تاجیکی گپ زدن خودش جسارت است. انا همین خیل سرنوشت ما گذراندیم. اگر کمی به همون تاریخ رو بریم، ما وقتی که عرب ها فرزن آمدن زبان و دینشان جاری کردن، مردم ما تا 200 سال اسلام رو به زبان خودش قبول کرده است. تاریخ بیهقی بینید، تاریخ طبری بینید، تاریخ نرشخی بینید، تاریخ سیستانی، در همش نوشته است که مردم بخارا در 100 سال اول به تاجیکی نماز میخواند. متن نمازش است. و فقط او دوره این آخری سامانیان، دوره غزنویان، بعد اسلام عربی زبان در ما پیدا شد. نباشه همه متنهای اول تاجیکی است. حتی قرآن را
ما پورا به تاجیکی ترجمه کردیم و منم قرآن عصر نو هست، ولی در آثارخانه شما بینید که قرآن اول کاملا تاجیکی است. این قرآنی که عصر 15 16 17 20 ترجمه شده است قریب ما عربی است، باز هم کلمه و اصطلاح عربی میگه، لیکن قرآنی که عصر نوح ترجمه شده است کاملا تاجیکی است، یعنی از یک زبان و یک زبان ترجمه کرده است. بنابراین اونا آثار بزرگ زبانی ما هستند و اولی هستند. حتی این نمازهای تاجیکی هنوز هم بعضی آثارش مانده است. تاجیکا، من چون بسیار کشورهای اسلامی را گشتم، با تمدن اسلامی بسیار نزدیک کار داشتم، تنها ملتی که نامی نمازهای مسلمانی در اوجا به زبان خودش است همین تاجیکا است. مثلا ما میگیم نماز بامداد، نماز پیشین، نماز دیگر، نماز شام، نماز خفتن. این 5 نماز به تاجیکی نام مانده. همه ملت ها میگن نماز ظهر، نماز عشا، نماز مغرب، همون نامایی که در اسلام آمده است. یکی ما نامای نماز به تاجیکی، نیت نماز در ما به تاجیکی است. و تمام همین قومای آسیای میانه، ترکا، اویغورا هم مشغول هم به تاجیکی نیت میکنن، خیالشون که همین عربی است. نیت کردن بگذارن 2 رکعت نماز، میگه اویغور، او را فهمونی که خیلی به عربی نیست، میگه ما اسلام هم قبول کردیم. چون که در اول قوم ما حتی مسلمانی را به زبان خودش قبول کرده بود. حتی فرمان خلیفه است که کسی که به آسیای مرکزی و بخارا برای تبلیغ اسلام میسیانی رو میرود، اول فارسی را یاد گیرد، چون که مردمی اوجا به فارسی قبول کردن اسلام، چون که در همین زبان یک نوع مقاومتشون رو نگاه می داشتن. خب و صحنه بزرگ و روشن ما همین است که آغاز یعنی همین نهضت زبان یا حرکت زبان این است که امیر خراسان یعقوب ابن لیث صفاری وقتی که امیر شد، همه در وصف او شعرهای عربی خواندن گرفتن و آمد گفت که در نزد من به زبانی خودم شعر خوانید، در وصف من به زبانی خودم نویسید، در نزد من به زبانی تاجیکی گپ زنید. این باعث شد که زبانی دری یا درباری پیدا شد و به همین واسطه ما دوباره زبان رو همچون زبانی دولتی در دوره از همین دوره صفاریان تا حاضر کم کم داشتیم. خب همیشه این مبارزه بوده است. شما بینید که اسدی توسی یک کتابی داره با نام لغت فارس. همین لغت فارس در جواب عربا نوشته است و اونجا نوشته است که شاهان ما چه بزرگ بودند، شما مثل فریدون و کیکاووس و رستم و سهراب قهرمان ندارید. بعد در آخر میگه که شما مثل رودکی شاعری که 180,000 بیت شعر داشته باشه شما کجا دارید؟ بنابراین همین مقایسه فرهنگ در مقابل فرهنگ بیگانه ماندن زبان و ادبیات این جزء مبارزه ما بوده است. و 2 نکته روشن دیگرش هم گویم بعد به موضوع امروز معاصرتر بریم. یک چیزی که من میخوام دقت کنید، امیر رودکی در قصیده وصف بخارا میگه که امروز به هر حال بغداد بخاراست. این بسیار بیتی مشهور است، در فیلم رودکی هم است، همین کینوی رودکی دیدید قسمت شاعر، همونجا وقتی که عربا میبیان مهمان خلافت، همونجا رودکی میگن شعر خوان، به رودکی میره میخونه میگه که امروز به هر حال بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است پیروزی آنجاست. این چی معنی داره؟ یعنی اون وقت پایتخت خلافت بغداد بود، مثل در دوره اسسر مسکوا پایتخت بغداد بود. امیرای سامانی هم حالی ما میگیم دولت مستقل بود، به هر حال از خلیفه بغداد اجازت نامه میگرفتن بعد امیر میشدن. یک دولتی یک فایز معین تابع خلافت بود. وقتی نماینده خلافت میبیاد چه در دوره شروع میگفتن از مسکو آدم اومده ای بولو، نماینده خلافت یا رودکی در همین محفل میگن که حضرت رودکی کو یگان شعر خون. ببینید چی میگه؟ میگه امروز به هر حال بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است
پیروزی آنجاست. یعنی میگه که امروز برای ما پایتخت مرکز دیگر بغداد نیست، بخاراست. بغداد ما بخارا است، پایتخت ما بخارا است، قدرت ما مرکز ما بخارا است. کجایی ده که میری خراسان یعنی امیری سامانی است، او غالب است، او زورش دیگه میرسه که مستقلانه دولت کند. بنابراین همین بیت رودکی یک اعلامیه استقلالیت است، یک بیت عادی نیست که ما هم تا خانه مسجد کنیم امروز به هر حال بغداد بخاراست، بهای 3 گرفتیم، 4 گرفتیم، 5 گرفتیم، این خیلی نگذارید از بالاش. یعنی این اظهارات میتید در حضور همه سفیرا، میگه که امروز از همین روز بغداد ما همین بخاراست، پایتخت ما همین است، مرکز ما همین است، ما دولتی مستقل بشیم، ما استقلال میخوایم. ببینید در همین زبان، در همین ادبیات همین پیام استقلال هم وقتم رودکی همین خیلی بیان کرد. یا که بزرگترین پیام ملت ما، بزرگترین جواب ملت ما به همه هجوم‌های تاریخی و فرنگی این نوشته شدن شاهنامه است. وقتی که شاهنامه نوشته شد دیگر بحث عرب و عجم، تاجیک هست یا نیست، بزرگ است بزرگ نیست، زبانش چی است، فرهنگش چی است، تاریخ دارد یا ندارد، همین جنبست شد. بعد شاهنامه در جهان هیچ کس شبهه نکرد از به بزرگی ملت و بزرگی این تمدن. بنابراین ما میگیم که شاهنامه این شناسنامه تاریخی و تمدنی ماست که بعد او اما بحثایی که دوره اسدی ده بود و دوره رودکی ده بود که آیا فارسا بزرگان یا عربا بزرگان، بحثای ترک و تاجیک و ترک و عرب و تاجیک و همه ایده فردوسی اومد نقطه گذاشت. بعد شاهنامه تمدن ما در اون موقع استواری بالاتر از همه است. بنابراین در اون شعری در وصف فردوسی میگن که اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او سخن رو باز بالا برد و بر کرسی نشاند. یعنی او زبان ما رو دوباره در جاش برگرداند. چون ما تقریبا از عصر 7 8 9 نیمه 10 در زیر تسلط زبان عربی بودیم. بنابراین در جنبست شاهنامه خود فردوسی یک بیت داره که میگه که به 3 رنج بردم بر این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. یعنی ببینید چی نازکی داره، میگه که عجم رو زنده کردم، یعنی ملت ایران رو، مردم فارس زبان رو من دوباره زنده کردم. زنده چی رو میکنی؟ چیزی مرده رو زنده میکنی، چیزی بیجان رو، چیزی در حال مردن زنده میکنی. پس اشاره به این داره که ملت ما، مردم ما، تمدن ما، فرهنگ ما زیر پا شده بود، میمرد، نابود میشد، از بین میرفت. من به همین شاهنامه چیکار کردم؟ عجم زنده کردم. اما چی بود است؟ بدین پارسی، یعنی به واسطه زبان همی کار کردم، به واسطه زبان فارسی تاجیکی من دوباره تمدن زنده کردم. بنابراین خودی امی برای میگن که یکی از امی فردوسی، ولی ما شاعر میگیم فردوسی که سیاستمداران بزرگ، ببین چقدر نازک کار کرد. مثل استاد عینی در دوره شوروی، استاد عینی گویا که به سیاست دخالت نمیکرد، ولی همین سیاست کرد که این ملت رو آورده در تخت شیناند. انا فردوسی همین گفته است عجم زنده کردم بدین پارسی. اگر شورش میکرد سرکوب میکردن، لشکر عرب زیاد بود، ولی او شاهنامه رو که نوشت دیگه جایگاه ملت دوباره زنده کرد. این شورشی سیاسی بزرگ است همین خود شاهنامه. بنابراین عجم زنده کردم بدین پارسی، یعنی به واسطه زبان من دوباره ملت رو احیا کردم. یعنی ما گفتیم که زبان واسطه مبارزه. این نمونهش که چه انتون اگر این بخش خلاصه کنیم، چرا ما روی این تاکید میکنیم؟ چون که اگر انمی خدمتی مثل یعقوب لیث صفاری، مثل رودکی، مثل اسدی طوسی، مثل سامانیان، مثل فردوسی نمی بود، تمام تحلیل‌ها نشون میده که ما عرب میشدیم، ما دقیقاً عرب میشدیم. چون که همه ملت‌هایی که در اول اسلام را قبول کردن امروز عرب شدن. این ترکا عرب نشدن، مالایزیا، اندونزیا، هند عرب نشد. چرا؟ چون که اینا بعد 400 500 سال 600 سال بعد اسلام قبول کردن، وقتی که اسلام الکی نرم شده بود.
ولی کسایی که در عصر 8 9 قبول کرده همش عرب شدن. ببینید مثلا مصر یک تمدنی بزرگی بود که فرعون و پیرامیدهاش هنوز هم هست. این تمدنی بزرگ دارای فرهنگ، زبان، مدنیت، همه چیز. وقتی اسلام قبول کرد بعد 100 سال یگان اثر نموند، شد مصر عرب. حاضر در روی پاسپورتش نوشته که جمهوری مصر عرب، در حالی که این عموما عرب نیست، اینا قبطیان. مصر هیچ وقت عرب نبود. به واسطه قبول کردن اسلام و زبان عربی شد مصر عرب. عراق یعنی واویلون، بابولیان و آشوریان اینا عرب نبودند. اینا ملت‌های بزرگی، تمدن‌های بزرگ، اینا اسلام قبول کردن شدن عرب. اینا عراق و عرب. شام، سوریه، فلسطین اینا کشورهای عربی نبودن. اینا قبول کردن اسلام باعث عرب شدنشون شد. حال در روی پرچمش هست که جمهوری عربی سوریه، جمهوری عربی لیبیا. اینا عرب نیستن، اینا در نتیجه بود. ولی چرا ما عرب نشدیم؟ انمی زبانی تاجیکی، انمی آثار بزرگی زبانی مثل رودکی، مثل شاهنامه، مثل دیگری که گفتیم باعث شد که ملت حفظ شود. بنابراین ما میگیم که در خلاصه بخش تاریخی که همین زبان، مبارزه زبانی، ایستادگری زبانی باعث شد که ما همچون ملت حفظ شدیم. پس ما دیدیم که یکم زبانی ما یک قهرمانی تاریخی ماست. عنصری که ما را حفظ کرده است، نابود شوی نمانده است، به این روز رسانده است.